یک دو سه خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها، الان ما به شهرداریم و شروع می‌کنیم بکنیم برای زنبورداری و زنبورامون رو جمع. امروز میخوام از سلام رو برداشت میکنم و بعد از برداشت شروع کنم به رسیدگی به زنبورا. خب من باید چیکار باید بکنم به رسیدگی زنبورا انجام بدیم؟ اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که زنبورامون رو فشرده بکنیم، هر چقدر میتونیم فشرده بکنیم. الان پشت من بذارید من برگردم تا بریم اونجا رو نگاه کنیم. ببینید الان منطقه‌ای که الان هستیم نزدیک فکر کنم 2-3 هکتار ما اینجا ذرت داریم و خب ذرت منبع پر از گرده است. ذرت منبع پر از گرد و باید به زنبورامون برسیم و ازشون مراقبت بکنیم که بتونیم زنبورامون رو حفظ بکنیم. این باعث میشه وقتی گرده زیاد باشه، خب الان وقت گردی زیاد توی دشت، شهر کمه ولی گرد زیاد میشه. خب وقتی این اتفاق میفته زنبور یبوست میگیره و عسلی که داره کمتر میشه و باید برای اینکه بعد از اینکه بساتمون رو برداشت کردیم و زنبور تلف بشه ما باید به زنبورامون رو برسیم و آب شربت. خب دیگه باید چیکار کنیم؟ اینا خیلی مهمه. بچه نگاه کنید. خب ما اینجا لونه های مورچه داریم. اگه زنبوری ضعیف باشه این مورچه ها وارد کندو میشن و آسیب میبینن کندو و زنبورامون از بین میرن. پس اینجا چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. یکی این که بعد از که برداشت میکنیم یه جای ثابت واسه بعد از که بس چند تا نکته رو باید رعایت کنید بچه‌ها. بعد از که وسایلتون رو برداشت کردی، خب شما یک، چون منطقه ما باید منطقه رو بررسی بکنید. وقتی منطقه رو بررسی کردید و دیدید که گرده خیلی زیاده، شربتتون رو بیشتر ببرید، دوز شربتتون بیشتر بکنید و سعی کنید 2-1 باشه. یه 1-1 بهش میدید یکم غلیظ‌تر بهش بدید که اینها عسل‌هایی هستن برای ذخیره زمستان گذران و زنبور نیاز داره برای ذخیره. اگه ذخیره ها نباشن علنا تلف میشن و زنبور میمیرن. پس باید این کار رو حتما رعایت بکنید و من باید هر هفته یا هر هفته 2 باری باید بیام اینجا شکر بدم. اگه ندم زنبورام ممکنه از بین برم و میبینم جلوی کندو پر از گرد است. حالا اول صبح بیام که خیلی بیشتر میشه. الان خب 9 میبینم که گرد میره میاد. پس باید بچه ها رعایت کنید و دوم اینکه تمیزی کندوه خیلی مهمه. ما باید برای زمستون گذرانیمون ببینیم کندو تمیز هست یا نه، درد داره یا نداره. اگه درد داشته باشه که حتما من بهتون قول میدم زحمتتون تلف میشم و اینا نکته رو باید رعایت. دیگه فکر میکنم خاص دیگه نداریم و فکر کنم یک بایی هست زنبورداری نکرده بودم. خب مریضم دیگه، من دچار بیماری شدم و نتونستم، حتی میخواستم زنبورداری بذارم کنار ولی دلم نمیاد. واقعا دوستشون دارم، زنبورا رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم چون به هم انرژی میده که حسین زندگی هست و برو شروع کن به کار کردن و دغدغه‌هاتو سر دغدغه‌هایی بذار که برات ارزشمند و دغدغه‌های من یکی زنبورداری و یکی زنبور داشتنه. این به نظر من خیلی شیرینه و میتونیم برای که زنبور رو حفظ بکنیم نگه داریم. دوستش دارم، واقعا میبینم لذت میبرم وقتی پرواز میکنم، وقتی ملکه میبینم، وقتی در کندو رو باز میکنی، گاو باز میکنی، احساس لذت میکنی. اون بویی که از این کندو میاد. یه دانشمندایی تحقیق کرده بودن برای اینکه استرس رو کم کنی و استرس رو کم میشه، یه تحقیقی کرده بودن، ژاپنی این کاری کرده بودن.
حالا نمیدونم ژاپن بود یا چین بود، حالا نمیدونم سمت شرق آسیا بود. ببین اومده بودن چیکار کرده بودن، یه کندویی بود، حالا اگه پیدا کردم حتما این بالا میذارم و ببین خیلی باحاله. یه کندویه و یه ماسکی گذاشتن اون کسایی که مثلا مریضن، کسایی که از احساس ناراحتی میکنن یا افسرده هستن، اون عین ماسکه‌ای هست که توی بیمارستانی میذارن، نفس میکشن و این استرسشون کم میشه. من این حس رو دارم و نمیدونم شما که بچه ها زنبور داری میکنید این حس رو دارید؟ اگه دارید حتما توی کامنت ها بنویسید و ببینید که چی میشه دیگه. بزن کندونم باز بکنیم که ببینیم کندون چه وضعیه. کندوام هیچ کدوم تمیز نیستن، هیچ کدوم. این کندو بچه ها کندو دو ملکه‌ای بوده. خب اون سری دایی اومده بود نگاه کرده بود، دیده بود که ملکه نداشت. حالا ببینم. خب ببینید داره اثر، یعنی گاب هایی که هستن پر از، نگاه کنید اینجا پر از داره گرده میشه، اینا گرده های این ذرت هست. خب اصل داره و وقتی میبینیم وسط گاب میکشیم بیرون میفهمیم که چیه، تخم‌ریزی نکرده، ملکه نداره و اینجاست که میفهمیم دو ملکه‌ایمون توی شهریور ماه ملکه از بین رفت. تکنیکی هست، من الان 9 تا گاب چی دارم، اصل خوب دارم، یه واقعا زنبور کار کرده. الان جلوی کندونم ببین، جلوی کندون دارید میبینید زنبور پروازی زیاده و نگاه کنید اینجاست که میگم به یبوست وجود هم نمیتونه پرواز کنه. دیدم که اصلا سنگین بود، سنگینه و دیگه باید حتما به زنبور شربت بدم چون خیلی داره خطرناک میشه. نمیخوام زنبور رو من از دست بدم، خیلی از دست دادم و میبینی خیلی از خدا دارم نگاه میکنم میگم حسین امسال سال خوبی نبود. فدای سرم، بالاخره یه تجربه است، بالاخره زندگی بالا پایین داره، حالا ما پایینشیم، هممون پایینیم واقعا. اوضاع خوبی نیست توی جامعه که داریم زندگی میکنیم، گرونی و هیچ چیزی هم اون استیبل نیست. دیگه چیکار باید بکنیم؟ یه طرحی دارم، حتما اون رو راه میندازیم، ولی الان سبدی فارم رو انداختیم، اون طرح رو چند ماه روش کار کردم ولی حتما راه میندازم این طرح رو و دوستتون دارم که شما پیشرفت کنید تو این طرح و بریم جلو، یکم کار قشنگتر بشه. حالا سبدی فارم به وجود اومد، بچه‌هایی که محصول میخوان، حالا چه عسل، چه ژل رویا، چه گرد گل، چه برنجون و چه لوازم زنبورداری، همه رو می‌ذاریم توی سایت و حتی میخوایم توی سلامت کار بکنیم، توی حوزه سلامت و چطور میتونیم با عسل محصول درست کنیم، چطور میتونیم گرد گل محصول درست بکنیم، همه رو میخوایم از فروشی بیایم بیرون و بتونیم یه محصول خوب، یه محصول قشنگ درست بکنیم که اینطوری برام خیلی قشنگتر میشه، جذابتر میشه. دیگه همین. چقدر دوست دارم حسین دوباره برگردیم اون 5 6 سال پیش که فعالیت یوتیوب رو داشتیم. بچه ها دمتون گرم، مرسی که هستی، یه دونه ویوی خوبم از زنبورا داشته باشیم. مرسی که هستی، دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب این کارم فراموش نشه، حتما جز گروه سبدی فارم بشید، کانال سبدی فارم بشید. میخوایم اونجا تبادل اطلاعات داشته باشید، بچه‌ای که به مشکل خوردن اونجا کسایی هستن باید میتونن کمک بکنن، جواب بدن و من خودم هم هستم.
مرسی که هستید، دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی، خدافظ.